مشترک گرامی، بسته 10 روزه شما برای استفاده کردن از رودخانه زاینده رود به پایان رسید. کاش که این بسته همیشه دائمی میشد. امروز اومدم اینجا دیدم رودخونه خشک شده. ما موندیم و این زاینده رود خشک. ماهی‌هایی که در آب بودن، قایقایی که الان باید در آب شناور باشن، ولی الان یه جا باید ساکن و ساکت بشینن. شادی مردم کمتر شده. اونجا که شاعر میگه خوش دیدم بستر زاینده رود، بی تأمل بر سرم برخاست دود، خاطرم افسرد چون پژمرده برگ، بار وحشت طاقتم از کف رو بود. به امید دائمی شدن زاینده رود ما. کتاب نگری بهشت ثانی